وقتی که سر بریده پدرم را در دستان آن موجود دیدم، ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتان وحشت شب خوش آمدید. داستانی که برایتان روایت می کنم از زبان زنی به نام سایه می باشد. من سایه هستم، 34 ساله. حقیقتی تلخ از زندگیم را برای شما تعریف می کنم. برمیگردیم به 23 سال پیش. ما یک خانواده خوشبخت و موفقی بودیم که زندگی راحت و آسانی داشتیم. در رفاه زندگی می کردیم. پدرم یک کارگاه تولیدی داشت که درآمد خوبی داشت و زندگی ما طبق روال پیش می رفت. ولی بعد از مدتی پدرم تصمیم به گسترش شرکت و شراکتی عجیب گرفت. مادرم خیلی سعی کرد که پدرم را از آن تصمیم منصرف کند، اما تصمیمش قطعی بود و مادرم نتوانست کاری انجام دهد. شراکت شروع شد. پدرم دار و ندارش را خرج کرد، به اضافه چک های فراوانی که بابت این کار کشید. کار خوب پیش می رفت. تولید شروع شد و زندگی ما باز به روال و چرخه خودش ادامه میداد. تا روزی که پدرم تصمیم گرفت به یکی از کشورهای خارجی سفر کند. قبل از سفر با آن شریک خود جلسه‌ای گذاشتم و وکالتی تام به آن شریک خود آقای مهندس ترابی داد که در نبود پدرم کارها پیش رود. 1 ماهی طول کشید تا پدرم برگشت. وقتی که پدرم برگشت دیگر هیچ چیزی سر جای خودش نبود. تمام دارایی، اموال و شرکت پدرم به غارت رفته بود. پدرم که از این موضوع سخت در عجب بود، بسیار ناراحت و غمگین بود، ولی دیگر چاره‌ای نداشتیم. کاری نمیتوانستیم انجام دهیم. موعود چک های پدرم رسید. یک به یک چک ها برگشت خورد. طلبکاران شکایت کردند، جلب پدرم را گرفتند و او را به زندان انداختند. ما که چاره‌ای نداشتیم، خونه، زندگی، وسایل خونه، هر چی که داشتیم فروختیم. پدرم را از زندان آزاد کردیم. وقتی که پدرم از زندان آزاد شد، سراغ عمویم رفت. گفت مقداری از ایشان طلب دارم که بروم طلبم را از ایشان بگیرم. در کمال ناباوری وقتی که پدرم به خانه عمویم رفته بود، او را از خانه بیرون انداخته و حسابی او را کتک زده بودند. پدرم با امید ناامیدی برگشت و دیگر چاره‌ای نداشتیم. پیشنهاد کرد که باید به یک شهر دیگری برویم. ما که دیگر مجبور بودیم و هیچ نوع کاری نمیتوانستیم انجام بدهیم، با پدرم هم فکر و هم مسیر شدیم. به یک شهر مرزی رفتیم، به یک روستای دور افتاده. در آن روستا هیچ امکاناتی وجود نداشت. در یک خانه قدیمی که پدرم گفت متعلق به یکی از دوستانم هست اقامت کردیم. پدرم کار خودش را شروع کرد. کار پدرم کوله بری بود. هوا سرد شد. پاییز شروع شد. سرما و سوزان پاییز شروع شد. بسیار هوا سرد بود. یک شب که هوای برفی و سرمای سوزان بود، ما هیچ هیزم و نفتی برای گرم کردن خانه نداشتیم. همان شب برادر کوچکم مریض شد و تا پدرم برگردد از دنیا رفت، چون هیچ گونه امکانات پزشکی و دارویی در آنجا نبود. مادرم بر اثر مرگ برادرم روز به روز حالش بدتر و بدتر شد و به بیماری سختی مبتلا شد. پدرم هر چه در می آورد خرج مادرم می کردیم. ولی روزی رسید که مادرم دیگر حالش بسیار وخیم شده بود. او را به بیمارستان بردیم. تا به بیمارستان رسیدیم سریع او را بستری کردن و گفتن حال بسیار بدی دارد، حالش اصلا خوب نیست.
وقتی که پدرم این موضوع را دید و این جریان را دید بسیار افسرده و ناراحت شد، چون میگفت همه اینها تقصیر من است. شب شد، مادرم در CCU بود و ما را نذاشتن در بیمارستان بمانیم. مجبور شدیم داخل ماشینی که پدرم امانت از دوستش گرفته بود را شب را تا صبح سپری کنیم، ولی سرمای سوزانی بود. صبح داخل بیمارستان رفتیم. مادرم را دیدم که حال خوبی نداشت. با اصرار پدرم چند لحظه ای گذاشتن که من پیش مادرم بروم. در آغوش مادرم قرار گرفتم و شروع به گریه کردم. مادرم مرا ساکت کرد و گفت در نبود من به پدرت اذیت نکن، حواست به خودت و پدرت باشد. من که از این حرف مادرم بیشتر نگران و ناراحت شده بودم شروع به گریه و زاری کردم. مرا از آن اتاق CCU بیرون کردند. بعد از گذشت چند ساعت 4 بود، حال مادرم بد و بدتر شد. دکترها همه بر سر مادرم ریختم، ولی کار از کار گذشته بود. مادرم دیگر عمرش به این دنیا کفاف نداشت. مادرم این دنیای نکبتبار را دیگر نخواست. مادرم از دنیا رفته بود. با دیدن این جریان بسیار وحشت کرده بودم و جیغ و داد و فریاد و گریه می کردم. ولی لحظه‌ای چشمم به پدرم افتاد که در گوشه‌ای زانوی غم بغل گرفته و اشک‌هایش سرازیر شده بود، چون پدرم مادرم را واقعا دوست داشت. ما برای تحویل جنازه رفتیم، ولی گفتم باید پزشک قانونی علت مرگ را تشخیص بدهد. نمیتوانیم تا فردا بعد از ظهر نمیتوانیم تحویل بدهیم. ما که دیگر آنجا در سرما نمیتوانستیم طاقت بیاوریم. پدرم گفت که به خانه برویم و فردا بعد از ظهر برگردیم. شب بود، حرکت کردیم. هوا بسیار سرد و برف شدیدی در راه ما را گرفت. من که خسته بودم لحظه‌ای به خواب رفتم، ولی با صدای عجیبی از خواب بیدار شدم. دیدم پدرم 2 دستی فرمان را چسبیده تا ماشین را کنترل کند، ولی جاده به علت لغزندگیش نتوانست پدرم ماشین را کنترل کند و به صخره سنگی در کنار جاده ماشین برخورد کرد. سر من بر اثر اصابت به شیشه زخمی شده بود. پدرم بسیار از دیدن سر من و زخمی شدن من ناراحت شد. در آن لحظه پدرم در چشمان من زل زد و نگاه عمیقی به من کرد. انگار می‌دانست چه سرنوشتی در انتظارش است. ماشین را برانداز کرد. پرسیدم آیا ماشین درست می شود؟ سری تکان داد و گفت نه، نمی شود. باید بروم و کمک بیاورم. به من گفت در ماشین بشین تا من برگردم. من که از یک طرف ترس عجیب وجودم را فرا گرفته بود، از طرف دیگر نگاهم به آن پدری زحمت کش و مهربان می افتاد، دیگر نتوانستم حرفی بزنم و در ماشین ماندم. وقتی که پدرم میخواست حرکت کند دوباره به من نگاهی انداخت. من بی اختیار از ماشین پیاده شدم و پدرم را در بغل خود گرفتم. پدرم مرا سخت در بغلش میفشرد. من پدرم را بیشتر از جانم دوست داشتم. دختری بودم که بسیار به پدرم وابسته بودم. پدرم عشق من، زندگی من، تمام وجودم بود. پدرم به راه افتاد. در آن هوای سرد سوزان زیر آن برف به مسیرش ادامه داد. من هم پشت سرش از داخل ماشین نگاه می کردم تا در تاریکی دیگر پدرم را ندیدم. ساعتی از رفتن پدرم می گذشت. من هر لحظه ترسم بیشتر می شد تا سایه ای را دیدم از دور که به سمت ماشین می آید. خوشحال شدم و گفتم پدرم دارد می آید. اما وقتی مقداری نزدیکتر شد چشمانم را زون کردم، دیدم مرد غریبه‌ای
با چهره‌ای وحشتناک که در دستش ساطوری بزرگ و خونی داشت به ماشین نزدیک شد. من در صندلی عقب قایم شدم، ولی وقتی سرم را بالا آوردم دیدم آن مرد مستقیم به من زل زده با چشمانی قرمز و آتشی مرا نگاه می کند. من از ترس جیغ بلندی می کشیدم. او اشاره می کرد که در ماشین را باز کن. من مقاومت می کردم. لحظه ای دست در جیب کرد و سویچ ماشین پدرم را در آورد. در ماشین را باز کرد. دست مرا گرفت که به پایین از ماشین بکشد. من مقاومت می کردم. ناگهان در آن لحظه زن و مرد جوانی را دیدم که از پشت به این مرد قاتل حمله ور شدند و با ضربه‌ای به سر این مرد او را بر زمین انداختند و آن مرد ساطور را گرفت و در قلب این قاتل فرو کرد. من که ترسیده بودم بی اختیار خود را در بغل آن زن جوان انداختم. دست نوازشی بر سرم کشید و گفت نگران نباش، خطر رفع شد. من چشمم به سر بریده پدرم می افتاد. غم و اندوه تمام وجودم را فرا می گرفت. آن مرد و زن جوان گفتم باید سریع از اینجا برویم. دیگر چاره ای نداشتم. نه کسی را داشتم، نه کسی بود که دنبال من بیاید. با آنها حرکت کردم. داخل جنگل وارد خانه‌ای گرم شدیم. خانه آن زوج بود، ولی در عجب بودم که چرا در این جنگل و در این خلوتی و در این سیاهی زندگی می کنند. چند روزی گذشت. رفتارهای عجیبی از این زوج می دیدم. موجودات عجیبی را می دیدم که با اینها رفت آمد می کنند. یک روز از آن مادر مهربان پرسیدم که اینها که هستند که با شما رفت آمد می کنند. او سرش را به من نزدیک کرد و با آرامی به من گفت نترس، ما انسان نیستیم. ما موجودات اجنه مسلمان هستیم و هیچ آزاری به انسان ها نمی‌رسانیم. من آنجا فهمیدم که درگیر چه کس و چه موجوداتی شدم. چند روزی گذشت. زن پیشنهاد داد که باید تدریس کنی. من خودم به تو تدریس میدم، معلمت میشوم. شروع کردیم، ولی کتاب‌های عجیب، خط‌های عجیبی بود که من از آنها سر در نمی آوردم. رفته رفته با تدریس آن زن من فهمیدم که علوم و فنون غریبه را به من آموزش میدهند. سوال کردم که چرا این علوم را به من آموزش میدهی؟ گفت برای دفاع از خودت، برای انتقام. من شروع به تدریس کردم. هر لحظه که صحبت انتقام می شد من خونم به جوش می آمد. شروع به تدریس کردم و در سن 20 سالگی نزدیک 8 سال من پیش آن موجودات زندگی کردم. هر روز درسی به من می دادن که احساس غرور می کردم. به قدری من استاد شده بودم که خیلی از چیزها را دیگر به راحتی انجام می دادم. می توانستم تغییر چهره بدهم. می توانستم مغز انسانها را به راحتی بخوانم. قدرت فراتری به من دست داده بود. می توانستم که هر لحظه که بخواهم کسی را مغلوب کنم. وقتی که 20 سالم شد آن دو زوج گفتند که دیگر تو به کمال رسیدی، می توانی برای خودت زندگی کنی. من که آنها را عین پدر و مادر خودم می دانستم نمی خواستم از آنها دست بکشم، ولی گفتند ما دیگر نمی توانیم به تو کمک کنیم، تو باید خودت زندگی کنی و هر موقع بخواهی می توانی ما را ببینی. من از آنجا آمدم به یک شهری در آن نزدیکی ها اتراق کردم. زحمت زیادی کشیدم. مردم مرا شناختند و من شروع به کارم کردم. مشکلات زیادی از مردم حل کردم.
و انتقام پدرم را از عمویم گرفتم. عمویم را به یک ذلت و خواری انداختم که در کتاب ها بایستی سرنوشت او را می نوشتم. فقط یک کار عجیبی که کردم همون انتقامی بود که از عمویم گرفتم. دیگر دست به کار بدی نزدم و تا به امروز که این داستان را برای شما تعریف می کنم مشکلات بسیاری از انسانها را حل کردم. بسیاری از انسانها که در جادوی شیاطین غرق شده بودند و زندگی‌هایشان از هم پاشیده بود را من به سرانجام رسیدم و حالا شخصی شده ام در آن منطقه که همه به من احترام می‌گذارند، همه به من ارادت خاصی دارند و انشالله روزی شود که بیشتر بتوانم مشکلات مردم را حل کنم. دوستان عزیز، اگر از این داستان و واقعیت و سرگذشت من خوشتان آمده لطفاً ما را سابسکرایب کنید، زنگوله را به صدا